سلام دوستان، امروز اومدم که شعر ترن رو از کتاب آوای پیانو بهتون آموزش بدم. این آهنگ 2/4 با کلید سول و فا. اول اینجوریه، یک نوت چنگ داره که می به سول متصل شده اینجوری. بعدی ره دو. الان ما فقط داریم دست راستش رو تمرین میکنیم که بعدا هم دست چپ رو باهاش بیاریم. ببینید قشنگه توش پر از پلنگه. بعد انگشت یک میاد رو می. باز اینجا می و فا چنگن. ببینید تون میره لا لا سول لا لا سول لا لا سول. بعد اینجا سول سول دو دو سول 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 دو دو. عوض میشه، دو بار انگشت سه میزنه سولو، دوباره انگشت دو سول 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 دو دو. اینجا با انگشت 5 میزنه دو دو. بعد اینجا عین قطار اینجوری از با انگشت دو میاد سول 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 دو دو. ببینید سول اینجا سول 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 دو دو. دوباره تکرار. قشنگه توش پر از پلنگه. ترنم ترنم تون میره تون میره تون تون میره. بعد اینجا سول 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 دو دو. با یه تکرار میزنیمش. دست چپش یه سکوت داره، اولش یک و به اندازه یک و سکوت داره، بعد میزنه که دو و اینجوری دو یک و دو یک و یک و یک و یک. نه اینجا دوبله. یک و دو یک و یک و بذار. بله یک و یک و یک و یک و دو و یک و نه یک و اینجا اینجوری یک و دو و یک و دو و اینجا عوض میشه. بعد اینکه یکو میزنه یک و دو و بعد انگشت 5 میاد روی سی یک و دو و بعد با 4 دو رو میزنه یک و دو و دو دستیش هم باید تمرین کنین که یاد بگیرین دیگه. خودتون باید جدا تمرین کنین. اینجا فقط من یه اشتباهی کردم، از اکتاو این اکتاو باید شروع می کردم، از دو اینوری حواسم نبود به این، از این دو بهتون گفتم. یعنی اینجوری میشه. ببینید اینجوری میشه با یه تکرار. ممنون که این ویدیو رو دیدین. سابسکرایب یادتون نره. لطفاً لایک هم بکنید. خداحافظ.